سلام، من آزاده هستم و اینجا چنل منه. حسابی خوش اومدین به چنل خودتون. ما اینجا قراره در مورد مصاحبه ها و سخنرانی ها یا کتاب هایی که به زبان اصلی هستن صحبت کنیم، در مورد انگیزه و در مورد توسعه فردی. اینجور مطالب رو من خلاصه میکنم و به صورت فارسی در اختیار شما قرار میدم. امیدوارم که از محتوای من در ادامه لذت ببرید و همراه من باشید. موضوعی که امروز انتخاب کردم در موردش صحبت بکنم یکی از قسمت‌های پادکست هوبرمن لب هست که از استاد اندرو هوبرمن هست و ایشون استاد نوروبیولوژیک و عصب شناس در دانشگاه استنفورد هستن که خیلی هم معروفه و حتی میتونید سرچ بکنید اسمش رو و مطالبش رو به صورت زبان اصلی ببینید. موضوعی که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم در واقع لذت، انگیزه و تاثیرات هورمون‌هایی مثل دوپامین بر احساسات ما، افکار ما و تصمیم‌هایی که در روز ما میگیریم هستش. ما توی این پادکست قراره یاد بگیریم که هورمون‌های ما چه شکلی باعث میشن که ما انتخاب بکنیم، به سوی هدفی بریم یا بعضی وقتا تنبلی کنیم و اهمال‌کاری انجام بدیم و چطوری میتونیم با این اهمال‌کاری‌ها روبرو بشیم. دو تا از هورمون‌های خیلی مهمی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم دوپامین و اپینفرین یا همون آدرنالین هستش. در دهه 1950 که دوپامین کشف شد در ابتدا اینجوری فکر می‌کردن که یکی از پیشسازهای تولید اپینفرین یا همون آدرنالین دوپامینه، اما بعدا متوجه شدن که دوپامین نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در انتخاب‌های ما و تصمیم‌گیری‌های ما داره. ما قراره یاد بگیریم که مسیر تولید این هورمون‌ها کجا هستن و ما چطوری میتونیم میزان ترشح این هورمون‌ها رو کنترل بکنیم و برای تصمیم‌گیری‌هامون اینا چه تأثیری میذارن. مسیر مزولیمبیک یک مسیر عصبی هست که نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه و رفتارهای اعتیادآمیز و موارد خاص داره. در این مسیر یک سری نورون یا سلولهای عصبی هستن که ترشح میشن که نرخ تولیدشون 3 تا 4 بار در ثانیه هستش. اما وقتی که ما به یه چیز خاص فکر میکنیم، به یه فعالیت خاصی فکر میکنیم، مثلا که بریم غذا بخوریم، بریم بستنی بخوریم یا کسی که دوستش داریم رو بریم ببینیم، میزان ترشح این هورمون‌ها افزایش پیدا میکنه و انگیزه ما واسه انجام دادن اون کار زیاد میشه. در واقع بخوایم خیلی ساده بگیم، دوپامین بیشتر از این که با لذت انجام یک کار در ارتباط باشه، با میل و اشتیاق ما برای انجام دادن کاری در ارتباط. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما فکر میکنیم که خب من میخوام برم یه بستنی بخورم، دوپامین در مغز ما ترشح میشه و باعث میشه که ما به خاطر ترشح این هورمون به مسیر رفتن به بستنی فروشی فکر بکنیم و بلند شیم از خونمون بریم بیرون تا دم بستنی فروشی و یه بستنی بگیریم. دوپامین کاری که انجام میده در واقع اینه. اما یک هورمون دیگه‌ای که معرفی شد، آدرنالین یا اپینفرین، با قسمت لذت بردن از کاری در ارتباطه. یعنی وقتی که ما یک بستنی رو خوردیم، تموم شده، حالا داریم لذتش رو میبریم، اون موقع است که آدرنالین داره ترشح میشه و وجود همین هورمون هست. یعنی این لذتی که به ما میده این آدرنالین باعث میشه که دفعه بعدی که به خوردن بستنی یا هر کار لذت بخش دیگه فکر میکنیم دوباره دوپامین ترشح بشه و انگیزه ما واسه انجام دادن اون کار زیاد بشه. حالا همین رو ببریم تو زندگی و کارهایی که دوست داریم انجام بدیم. همه چیز با هورمونا در ارتباطه و همه چیز اینجاست. همه اینا رو ما میتونیم تا بخشی کنترل بکنیم و باید بهش آگاه باشیم. حالا بیایم به این بپردازیم که چه اتفاقی در مغز ما رخ میده که ما معتاد یک کار یا یک چیزی میشیم. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که غذا خوردن باعث افزایش 50% دوپامین میشه، رابطه جنسی 100%، استفاده از نیکوتین 150% و کوکائین و آمفتامین بیشتر از 1000% افزایش دوپامین خواهند داشت. زیاد از حد تولید شدن یک هورمون و خارج از قاعده ترشح شدن یک هورمون چه تأثیری روی بدن ما میگذاره؟ درسته که ما میگیم که افزایش دوپامین میتونه به انگیزه ما کمک بکنه،
اما وقتی بیش از حد تولید میشه در بدن ما چه اتفاقی میفته؟ برای جواب به این سوال به یک سیستم در بدن میپردازیم که بهش میگن pleasure pain balance یا تعادل بین لذت و درد. مادامی که دوپامین افزایش پیدا میکنه و اون درصد افزایش دوپامین بیش از حد باشه، در قشر پیشانی ما یک قسمتی وجود داره که سریعاً هورمون‌های ترشح میکنه که این مقدار دوپامین رو کاهش بده. حالا هر چقدر که ما سریعتر این افزایش شدید دوپامین رو داشته باشیم، این قسمت قشر پیشانی بیشتر فعال میشه و بیشتر تعادل میکنه که هورمون‌های ما رو پایدار و به حالت ثبات برسونه. پس به محض اینکه ما یک بستنی میخوریم، نیکوتین مصرف میکنیم، کوکائین یا آمفتامین مصرف میکنیم، به همون میزانی که با شتاب رفتیم بالا مثل یک نمودار، با همون شتاب به زمین میخوریم. پس چه اتفاقی میفته که ما دفعه بعدی هم میخوایم اینو تجربه بکنیم؟ در همون چند دقیقه یا چند ساعت یا چند ثانیه‌ای که پس از انجام یک فعالیت دوپامین ترشح شد، آدرنالین ترشح شد، اون احساس لذتی که به خاطر آدرنالین ما تجربه میکنیم باعث میشه که دفعه بعدی دلمون بخواد اون کار رو انجام بدیم. ولی چرا نباید معتاد بشیم؟ به خاطر اینکه این قسمت pleasure pain balance در مغز ما همیشه در تلاشه که ما رو به حد تعادل برسونه. پس اگر که من دفعه اول یه مقدار کمی مواد مصرف میکنم و معتادش نمیشم، دفعه بعدی به مقدار بیشتری از اون مواد نیاز دارم، چون که بدن من داره سرکوب میکنه که به حالت نرمال خودش برسه و خب قاعدتا وقتی مقدار کمی من استفاده کردم بدنم از پسش برمیاد، پس به هم میگه بیشتر بهم بده و اون مقدار بیشتره که باعث دردسر و آسیب رسیدن به ما میشه. پس چی کار بکنیم؟ بیایم کارهایی رو انجام بدیم که دوپامین و آدرنالین سالم برای ما ترشح میکنن و پایدار هستن، مثل عادتهای سالم. درسته که خوردن پروتئین یا غذاهای سالم زیادم لذت بخش نیستن، اما اون تاثیر بلند مدتی که در بدن ما میگذارن و اون کمکی که به سلامت مغز و بدن ما میکنن باعث میشن که ما همیشه سر حال باشیم و بتونیم کارهامون رو با سلامت کامل، با انرژی کامل انجام بدیم. پس وقتی میگیم که بریم سراغ دوپامین های اصلی، از همچین چیزی صحبت میکنیم: ورزش کردن، سر موقع خوابیدن، آب زیاد خوردن، تمامی املاح مورد نیاز بدن رو مصرف کردن و غذای خوب خوردن به شدت میتونن این هورمون‌های ما رو در حالت تعادل قرار بدن. همه اینا میتونه هورمون‌های ما رو در حالت تعادل قرار بده و وقتی ما کاری رو میخوایم انجام بدیم میتونیم خیلی راحت با استفاده از این تعادل هورمونی وقتی به چیزی فکر میکنیم به صورت سالم دوپامین رو ترشح کنیم و وقتی اون کار رو کردیم اون آدرنالین رو ترشح بکنیم و این کار ادامه دار میشه. حالا چرا اصلا مغز ما اینجوری کار میکنه که ما اصلا دنبال هیجان و تجربه های جدیدیم که بخوایم بریم سراغ مواد یا کارهای اعتیادآمیز؟ در حقیقت درسته که ذات انسان یک ذات ماجراجو و همیشه پرسشگر، اما در 15 تا 20% موارد آدم‌ها به صورت ژنتیکی مستعد معتاد شدن هستن. یعنی افرادی هستن که به خاطر عوامل ژنتیکی فقط با یک بار استفاده از مواد مخدر بهش معتاد میشن و ما خودمون نمیدونیم که مستعد هستیم یا نه. پس بهتره که همیشه به این موضوع آگاه باشیم و آگاهانه انتخاب کنیم. در ابتدای پادکست گفتیم که به اهمالکاری ها هم میپردازیم. اندرو هوبرمن دو نوع اهمالکاری رو به ما معرفی میکنه: افرادی که از کمبود دوپامین یا انگیزه رنج میبرن و افرادی که تحت فشار بهتر عمل میکنن. ما اگر که دوپامین کمی ترشح بکنیم، حالا به دلایل ژنتیک یا به خاطر لایف استایلمون یا به هر دلیلی، میتونیم به چند صورت این دوپامین رو افزایش بدیم. یکیش استفاده از یه سری قرصه که خب دکترهای مغز و اعصاب یا روانپزشک میتونن به شما معرفی بکنن و بهترین راهش تغییر دادن سبک زندگیمون یا لایف استایلمونه که همونطور که در قبل گفتم این کارهایی که بهتون معرفی کردم خیلی میتونه باعث ایجاد دوپامین بشه و انگیزه ما رو در طی مسیر حفظ بکنه. دومین دسته از افرادی هستن که دوپامین ترشح میکنن
ولی تا وقتی که فشار روشون نباشه کار رو انجام نمیده. اینجور افراد نیاز دارن که یک ددلاین یا یک وقت تعیین شده برای رسیدن به هدف برای خودشون تعیین بکنن. به طور مثال اگر که من زبان میخونم و به صورت خودخوان دارم این کار رو انجام میدم، بهتره که یک تاریخ امتحان که حالا اون مدرک اون زبان رو بگیرم، حتی اگر درش موفق نشم، برای خودم تعیین بکنم. این کار باعث میشه که من تحت فشار و استرس بهتر درس بخونم و سریعتر زبانم رشد پیدا بکنم. حالا اگر من بخوام تفاوت لذت و انگیزه رو با یک مثال آزمایشگاهی به شما توضیح بدم، میتونم به آزمایشی که روی موش‌ها انجام شد اشاره بکنم. در یک آزمایش به یه سری موش که در یک قفس بودن، یک دسته رو بهشون هورمونی زدن که باعث کاهش دوپامین در اونها میشد و یک سری که خب موش‌های عادی بودن. اول همه برای این دو دسته از موش یک خوراکی در نزدیکی اونا گذاشتن. هر دوتای اون موش‌ها اون خوراکی رو خوردن، اما وقتی که اون خوراکی رو از اونها دور کردن که نیاز بود از یک مانعی رد بشن تا به اون خوراکی برسن، اون دسته‌ای که دوپامین نداشت هیچ اقدامی برای رفتن و برداشتن اون خوراکی انجام ندادن. اما اون دسته‌ای که دوپامین ترشح می‌کردن از موانع عبور کردن و رفتن به اون خوراکی رسیدن و اون خوراکی رو خوردن. پس چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی دوپامین ترشح نمی‌کنیم، خاطر افزایش آدرنالینی که بعداً رخ میده، اون کارو انجام میدیم. اما اگر که در یک قدم دورتر از ما قرار بگیره، بدون دوپامین ما دیگه به سمتش حرکت نمی‌کنیم. پس اینه تفاوت بین آدرنالین و دوپامین. خب حالا که در مورد پاداشدهی مغز و انگیزه صحبت کردیم، چطوری میتونیم از این سیستم استفاده بکنیم که انگیزه خودمون رو در طی یک مسیر حفظ بکنیم؟ یکی از کارهای جالبی که اندرو هوبرمن معرفی میکنه پاداشدهی متناوبه. به طور مثال وقتی یک قماری انجام میدیم، هیچ وقت نمیدونیم که قراره برنده بشیم یا قراره ببازیم. پس الان که من میبازم، به فکر اینکه دفعه بعدی قراره برنده بشم دوباره قمار میکنم. این بار قمار کردم، برنده شدم، پس یک پاداشی دریافت میکنم و حسابی خوشحالم. چرا یه بار دیگه انجامش میدم؟ به خاطر اینکه دلم میخواد یه بار دیگه هم برنده بشم. ولی مطمئن نیستم که قراره برنده بشم، قراره برنده نشم. پس این کار اینقدر انجام میدم تا اون چیزی که دلم میخواد اتفاق بیفته. حالا چه شکلی میتونم این پاداشدهی نامنظم رو در زندگیم ایجاد کنم؟ به طور مثال من هدفم اینه که 100,000 سابسکرایبر توی یوتیوب داشته باشم و وقتی به این هدف میرسم سریعا نمیرم جشنش بگیرم. یک مقداری فاصله میدم و کمی صبر میکنم، این موفقیت رو و جشن گرفتنش رو به تعویق میندازم و به صورت نامنظم به خودم هدیه میدم. برای مثال من هدفم اینه که 10 صفحه کتاب بخونم، به وزن ایدئالم برسم، این مقدار سابسکرایبر داشته باشم. خب حالا اگر که به اون وزن ایدئالم رسیدم، به اون سابسکرایبرم رسیدم، یکیشو جشن میگیرم، یکیشو جشن نمیگیرم. به صورت نامنظم شروع میکنم جشن گرفتن و به خودم پاداش دادن. این کار باعث میشه که مغزم گول بخوره که مثل قمار عمل بکنه. هیچ وقت ندونه کی قرار خوشحالش کنی، کی قرار ازش قدردانی بکنی، کی قرار نیست این کارو انجام بدی. این کار باعث میشه که انگیزه من به صورت طولانی مدت حفظ بشه و من در ادامه راه هم این انگیزه رو برای خودم نگه دارم. یه روش دیگه که میشه به کار برد اینه که ما موفقیتمون رو تمدید بکنیم. اکثر افراد وقتی به هدفی که دارن میرسن احساس خلا و افسردگی میکنن. حالا اگر که من بیام و سریعا بعد از این هدفی که بهش رسیدم ندوام برم دنبال یک هدف دیگه، سعی کنم موفقیت رو برای خودم تمدید کنم. یعنی اگر که این هفته جشن گرفتم، یه هفته دیگه هم دوباره اینو یادآوری بکنم، اینو یه جا بنویسم یا به خودم یه بستنی یا شیرینی بدم که من این کار رو انجام دادم. در واقع اون لذت موفقیتتون رو پله به پله کاهش بدین تا به صورت ناگهانی این دوپامین و این آدرنالین افت نکنه و باعث خلا و افسردگی شما نشه. قسمت لذت 2 تا بخش داره. یکیش اینه که من لذت ببرم از چیزی که به دست میارم و در راه دستیابی اون پاداش و دریافتش خوشحال باشم. یکیش اینه که وقتی یک چیزی رو دارم ازش لذت ببرم. به طور مثال من دوست دارم یک ماشینی بخرم و این انگیزه به من میده که اون کار رو انجام بدم.
در راه رسیدن بهش یک لذتی میبرم، ولی وقتی هم که دارمش یه لذت دیگه میبرم. این دو نوع لذت بردن رو ما باید در تعادل با هم دیگه نگه داریم و هم لذت ببریم از کاری که داریم انجام میدیم و در کنارش لذت ببریم از چیزی که به دست آوردیم. اگر یکی از این بخشا نباشه، در واقع کل این پروسه هورمونی مغز ما به هم میریزه و در کل شادمانی ما، لذت بردن ما و بخش دوپامینی مغز ما به هم میریزه و ما در ادامه راه برای اهداف بعدی ممکنه که دچار مشکل بشیم. یه قسمت دیگه از ویدیوهای من هم تموم شد و من تمام تلاشمو کردم که به صورت خیلی خودمونی و به زبان خیلی خودمونی و محاوره‌ای بگم که اندرو هوبرمن سعی داشت به ما چی بگه. امیدوارم که از مطالب این ویدیو حسابی لذت برده باشید و بتونید در زندگی استفاده بکنید. این مطالب که خیلی به من کمک کرد که آگاهانه تر و دقیق تر به کارهایی که دارم انجام میدم، به غذایی که دارم میخورم و عادتهای خودم فکر بکنم و آگاهانه تر انتخاب بکنم و واقعا در سطح انرژی من تاثیر خیلی مستقیمی داشت. امیدوارم واسه شما مفید باشه و امیدوارم که در هفته‌های آینده با ویدیوهای بعدی در کنار من باشید و از من حمایت بکنید. خیلی خوشحال میشم اگر که ویدیوی من رو دوست داشتین به دوستاتون معرفی بکنین، منو سابسکرایب کنین و اگر دوست داشتین کامنت بذارین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.